هموطنان عزیز، آقای شنوندگان و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست. آقای جوانرو، همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن ماه روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن. بله هموطنان عزیز، شنوندگان و تماشاگران ارجمند و گرامی، اینجا استودیو آفساید. این چیزی هم که توی این تصویر ملاحظه می‌کنید هواپیما نیست، بلکه به معنای واقعی کلمه بلای آسمانیه. بلا هم که میگم یعنی چیزی اونور ابولا دیگه، وبا، حصبه، طاعون، بلایی که فقط 10 سال تو ایران بود ولی به اندازه 1000 سال خرابکاری کرد. برای آشنایی بیشتر با این بلا یه سر میریم داخل این شی آسمانی. Sadek, would you transfer us? Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran? ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی می‌کنید از برگشت به ایران؟ خواهر ما رو تهران بگید، خواهر ما تهران اینجا صحبت کنید. Doesn't make any comment. No, not over. Is he happy or is he excited? Doesn't make any comment. بله، اینطور بود که امام با بی‌حسی موضعی پا تو خاک ایران گذاشت. صحنه‌ای بسیار تکان دهنده که سالها بعد با ظرافت و دقت دوباره بازسازی شد. مقوای امام، مقوای امام، مقوای امام، مقوای امام، ای مقوا ای مظهر علم، ای دو سر دسته هرچه بی شرف، ای مقوا ای مظهر علم، ای دو سر دسته هرچه بی شرف. بعد هم امام مقوایی رو سوار هلیکوپتر کردن، یه راست بردنش بهشت زهرا. دور و بریای امام نورسیدم با ملاطفت و مهربونی از مردم پذیرایی کردن. علت اصلی که خمینی همون اول کاری رفت بهشت زهرا این بود که میخواست بگه آقا ما آباد کردن رو از بهشت زهرا شروع میکنیم. بله، این شکل آباد کردن یکی از صفات برجسته امام. موافقیم، بنده هم موافقم. البته آبادسازی امام از بهشت زهرا فراتر نرفت، ولی همون اول کار با یک سوت تاریخی کارش شروع کرد. ما نمیخوایم نظام را به هم بزنیم، ما میخوایم نظام محفوظ باشد و ما مجلس سنا درست بکنیم. نظام رو که نمیخوایم به هم بزنیم، مجلس سنا درست بکنیم؟ مجلس سنا که مال شاه بود. بابا این یارو گیجه، هیچ که اونجا نبود به این بگه داره پرت و پلا میگه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه سنا فرمود منظور مؤسسان. مقصود من از مجلس سنا مجلس مؤسسان بود، نه مجلس سنا. مجلس سنا اصلی حرف مزخرفی همیشه بوده. البته همون مجلس مؤسسان هم بعداً در عمل با یه ویراژ تاریخی تبدیل شد به موزه آثار باستانی با یه مشت فسیل و دایناسور. اسمش هم شد مجلس خبرگان. از اول انقلاب تا حالا هرچی ملا بود تو ده بالا، اومدن همه با یه قل هوالله، واسه ما شدن یه آیت الله، واسه ما شدن یه آیت الله. خب حالا برگردیم به بهشت زهرا و روزه اول مصیبت عظمی. و الان شما در همه چیز محتاجید به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم. این حرفا که آشناست. این حرفا مال اول انقلاب بود؟
نه بابا همین چند وقت پیش بود. یارو کی بود میگفت برای گندم نیازمند باشیم به بیرون، برای فلان اینا. اما اگر ما تو کشور ما انواع سلاح و امکانات نظامی داشتیم ولی برای گندم نیازمند بودیم به دیگران، برای جو نیازمند بودیم به دیگران، برای گوشت نیازمند بودیم به دیگران، برای روغن که گفتن ما فاصله هم داریم. اگه همش دست ما دراز بود به بیرون میشه اقتدار. آها، پس شاید اینم منظورش زمان شاه بوده. پس کشاورزی حله، الان رو دوره، بعدش توپه. بریم سراغ وضعیت اقتصاد و صنعت و این حرفا. مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. تمام اقتصاد ما الان خراب است و از هم ریخته است. خب حالا از اون روز تا حالا 36 سال گذشته. ببینیم مملکت از ناحیه اقتصاد، صنعت چقدر پیشرفت کرده. وزیر محترم صنعت معدن تجارت، در زمان تصدی مسئولیت شما صنعت کشور همچنان در رکود به سر میبرد. صادرات غیر فعال است. واردات بی‌رویه کالاهای لوکس چندین برابر افزایش یافته است. به جای نمایشگاه پوشاک تولیدات ایرانی، نمایشگاه پوشاک تولیدات ترکیه در تهران برپا می شود. آقای نعمت‌زاده، با این اوضاع آیا بهتر نیست استعفا دهید؟ این وزارتخانه مهم برای اقتصاد مقاومتی همچنان در خواب به سر میبرد. صنعت کشور رو که داغون کردی. بریم ببینیم آموزش پرورش اوضاعش چطوره. اما جناب آقای فانی، وزیر محترم آموزش پرورش، که داری وزارت آموزش پرورش را به فنا میدهی، وزارتخانه شما همچنان در خواب به سر میبرد. آقا اگه مشکل تو خواب موندنه، این ساعت‌ها شاید راه حل مناسبی باشه برای نظام. زنگش هم بلنده، خیلی خوب. از این اسنوزا هم داره که میزنی قطع میکنه دوباره زنگ میزنه. ولی اگر خواب موندنش توی این مایه هاست دیگه درمونی نداره. دستاوردهای نظام توی این 36 سال تو زمینه‌های اقتصاد، صنعت، آموزش و اینا رو دیدیم. حالا بریم در یک کمدی استندآپ با حضور امامشون ببینیم وضعیت سیاست خارجی اون زمان چطور بوده. خدا میداند اون روزی که من عکس این محمد رضا را دیدم در روزنامه ها، اینجا در مجله بود چیزی که در امریکا مقابل ریاست جمهورای اونها ایستاده بود مثل یک بچه‌ای و او عینکش را برداشته بود و به روی اون نگاه هم نمی‌کرد، اینطور نگاه می‌کرد و اینطوری ایستاده بود. تلخی این در ذائقه من شاید حالان باشد که ما اینطور هستیم که یه نفر آدمی که میگه من همه کالا هستم و کشور ما میخوام برسانم به کذا و یه همچه آدم ضعیف زبونی است. واقعا خیلی تلخ بوده ها. آخه ضعف و زبونی تا کجا؟ کارتر اینکشو بر می داشته، بعد شاه اینجوری میکرده. اصلا قابل مقایسه نیست با عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی تو مذاکرات هسته‌ای. نگاه کن فقط مونده ظریف گره کروات آقای کری رو واسش بنده. ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم، ما به هم محتاجیم. همه مفاهیم به لجن کشیده شده. آقا یه سوال، چی شد که نظام بعد از این همه سال به این روز افتاد؟ به خاطر تحریم و قیمت نفت اینجوری شد؟ چرا به جای آن که هر روز موضوع تحریم ها و عدم فروش نفت را عامل مشکلات کشور ذکر کنیم، مدیریت درست بر منابع خود و برخورد با مفاسد را جدی نمیگیریم؟ اگر تدبیر درست میکردیم، اگر فساد را سیاسی نمیکردیم، اگر سیستم مالیاتی سالم و پاک داشتیم و اگر هم هواپیمایی که داشت امام رو می آورد به جای اینکه تو مهرآباد بشینه اینجوری میشد؟ الان داستان طور دیگه ای بود. موافقیم.
بسیار خوب، بریم ببینیم حرف آخر امام چی بوده. ما اعلام میکنیم که الان دولتی که به اسم دولت قانونی خودش را معرفی میکند حتی خودش قبول ندارد که قانونی است. این مجلس غیر قانونی است. هر کدوم ادعا کردن که ملت تعیین کرده است، ما دستشون هم میدیم دست یه نفر آدم ببرش در حوزه انتخابیهش. در حوزه انتخابیه از مردم سوال میکنیم که این آقا آیا وکیل شما هست؟ شما او را تعیین کردید؟ حتما بدانید که جواب اونها نفی است. عجب پیشنهاد امام کشی. ما هم بعد از 36 سال پیشنهاد میکنیم، نه نماینده ها، نه دولت، خود شخص مقام عظما دستشو بده به دست یکی، نره تو حوزه انتخابیش، تا سر کوچه بره از مردم همین سوالو بکنه. از ما گفتم بود، اما شما بدون که بر نمیگرده.